یکی از این سالها نصاب زکاته. بالاخره زکات هم رکنی از ارکان اسلامه. حتما ما باید 100 میلیون داشته باشیم تا سوال بکنیم که زکات به ما تعلق میگیره یا نمیگیره. معادل 20 مثقال طلا نصاب زکاته. اسلام برای اینکه پولی زکاتی بشه 4 شرط گذاشته. شرط اول این که تو مالک مال باشی. شرط دوم این که مال قابل رشد و نمو باشه. ماشین شخصی که داری سوار میشه خود دیگه زاد و ولد نمیکنه، نمایشگاه ماشین که نداری. خانه شخصی که داری استفاده میکنید که بنگاه معاملات که ندارید. یخچال و کولر و فرش و اینایی که تو استفاده شخصیته، اینا زکات بهش تعلق نمیگیره به خاطر که زاد و ولد نمیکنه. شرط سوم این که مبلغی داشته باشید که معادل 20 مثقال طلا باشه. هیئت فتوا سال گذشته اعلام کرد که هر کسی 2,100,000 تومان پول داره این نصابه. 2,100,000 تومان. شرط چهارم این که سال برش بگذره. یکی از اهداف زکات این که جلو انبار کردن یا خزینه کردن، راکت کردن مال، میخواد ما رو تو چرخش بده. بیاره با مالی که در حساب غنیست بیاره فقیر رو غنی بکنه. یعنی فلسفه زکات در اسلام اینه که مثل کمونیستی نیست که میخواد غنی رو فقیر بکنه و مانع رشد و تلاش بشه. 3 وعده غذا بده تمام شد و رفت. یا نظام رأسمالی که وحشتناک فقط برای یک عده مجال هست، برای باقی دیگه بمیرن. شرط چهارم این که سال بهش برسه. هر کسی 2,100,000 تومان تو حساب بانکیش هست، 1 سال برش گذشته، مال خودشه، باید چه؟ زکاتش پرداخت بکنه. البته امسال طلا گرانتر شده، تقریبا حول و حوش 2,600,000-700,000 تومان، ولی هیئت فتوای اهل سنت جنوب گفته همون 2,100,000 تومان. هم به نفع شماست هم به نفع فقیره. وگرنه میگفتیم حالا هر کسی من 2,600,000 ندارم، من 2,100,000. خب پس مهمتر از همه این که حساب و کتابتون بکنید، سهم فقرا رو آماده بکنید، با ادب تحویلشون بدید، رو بحث زکات خیلی حساس باشید و حتما مشورت بکنید. فراموش نکنید که خداوند امانتی تحویل شما داده و این افتخار نصیب شما شده که خدا به تو بگه این مبلغ مال فلان بنده منه، تو پاکت تو تحویل بگیر برو تحویلش بده. یعنی تو فرستاده منی، من تو رو انتخاب کردم، این پول تحویل تو دادم، این مال تحویل تو دادم، برو به فلان بنده من برسان. آخر این افتخاره که من و تو در خدمت خدا باشیم، رب العزت و الجلال باشیم، به من و تو مأموریت بده این ببر این پاکت به فلانی بده. زکات یعنی این دیگه. حتما هم باید به فقیر بگی که این پول زکاته که وقتی میگیره با سربلندی بگیره. بعضی نمیگن پول زکاته که تو کوچه جدید قربانت. پول زکات با صدقه فرق میکنه. پول زکات با هدیه فرق میکنه. زکات باید بگی این زکاته چون مال خودشه. دیگه تو براش فخر نفروشی که تو منت سرش بذاری. وقتی میگیره با عزت و سربلندی میگیره، مال خودشه. باید بهش بگی مال زکاته. سانسور نباید.